یعنی بخوای احساساتی فکر کنی، من اول اشتباه کردم. خوب کاری کردن. چرا؟ چون گفتم فیوچر رو هدف گرفت. چرا با آینده مثلا بازی نکن. جواب های چیه؟ هویه. جواب های هویه. سرنوشت آینده مثلا مال شوخیه. کسی حق نداره با سرنوشت دیگران بازی کن. کسی حقشو داره. همه آزادن. همه هر چی که دوست دارن فکر. طرف دینشونه، باید احترام بذارن بهش. چرا اگر اومد به تو کاری داشت، تا وقتی کاری نداشته حق نداری. حق نداری. اگر بهت کار داشت اون موقع حق نداری. اون کتاب قرآن خیلی از سورهاش مکیه، خیلی از سورهاش مدنیه. یعنی خب نگاه کنی به 2 قسمت تقسیم شده، مکه و مدینه. تو مکه و مدینه رو آتیش میزنی. درست میگم یا اشتباه میگم؟ چقدر سوراش مکیه، چقدر سوراش مدنیه. یعنی مکه و مدینه است. خیلی مهمه. گفتم خیلی از کشورها اصلا نبودن، الان هستن. اما مکه و مدینه اعلام مسجد الحرام اعلام مسجد، اینا برای همیشه از فوریوره. با اینا مشکل داری؟ اینا چیزایی که آدم خیلی باید دقت کنه. مثلا کشور به اسم افغانستان بود 100 سال پیش؟ نه، خیلی کشورها نبودن اما الان هستن. حالا آینده چه شکلی باشه نقشه جغرافیای جهان من نمیدونم، اما این چیزایی که قرآن گفته، مثلا داستان غالبه، این مکه مدینه، اینا فور ایوره. اینا یعنی نقطه بیسه. اینه داستان. خب با اینا مشکل داری که کتاب دیگران رو بهش بی‌احترامی میکنی؟ فقط به کتاب بی‌احترامی که نکردی که. مثل اینه که کتاب راهنمای رانندگی رو طرف بیاد بهش بی‌احترامی کنه، پاره پورش کن. خب یعنی چی؟ یعنی چراغ قرمز رو رد میکنه، آبر پیاده رو رد میکنه. خب درسته؟ نه، کتاب همونه. احترام بذار، احترام ببین. حالا من